پس رومینگ نکنید بچه‌ها. این خیابون رستاولی مکتی هستش تا گالریا رو رد کنید برید خیلی پایین‌تر دفتر اصلیش هست. از این دک‌های کوچولو نگیرید. دفتر اصلیش هست 20 لاری 7 روزه اینترنت نامحدود و یه مقداری هم حالا مکالمه و اینا که اونو دقت نکردم من. و خیلی بهتر. پس رومینگ نکنید بچه‌ها. به خاطر اینکه رومینگ فیلتره اینجا. شما حتی منوی رستوران‌ها رو خیلی هاشو نمیتونید بالا بیارید چون رومینگ همراه اول انجام دادید. دیگه اپ‌ها که هیچی اصلا نمیتونید اپ مکدونالد رو اینستال بکنید اگه دستگاهش خاموش باشه بمونید. اینا خیلی مشکله. یه شب من کلا اینجا تو این پاساژ موندم که هیچ کدومو نتونستم استفاده کنم. حالا از اپلیکیشن‌های تاکسیناش نمیتونم استفاده کنم. یه بحث جداست. اصلا اینا خیلی مشکل بزرگیه. الان همراه اول من 1,300,000 تومان دادم رومینگ کردم با 3 گیگ اینترنت. خب با این همه محدودیت در حالی که شما با 20 لاری رو ضرب در 50 بکنید چقدر میشه؟ با همون 1,000,000 تومان شما میتونید چیز بگیرید، سیم کارت نامحدود خود مکتی رو بگیرید. تازه سیلک نت ارزون‌تر هم هستش با 15 لاری هم بهتون اینترنت نامحدود میده. اینا توصیه‌های من بود به